بعد از یک معرکه ترغیباتی پرشور و بحث در تاریخ امریکا، مردم برای انتخاب رئیسی جمهور به پای صندوق‌های رای رفتند. دو نامزد اصلی از حزب دموکرات هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ از حزب جمهوریخواه روز 8 نوامبر در رأیدهی شرکت کردند. هیلاری کلینتون بعد بیرون آمدن از یک قطعه رأیدهی در شهر چاپاکوا در نزدیکی نیویورک گفت فوق‌العاده خوشحال است. این زمان دونالد ترامپ با همسرش ملانی به یکی از قطعه‌های رأیدهی به منهتن به مرکز نیویورک رفت و آنجا رأی داد. ترامپ بعد از آوازدهی گفت که امروز روزی عجیبی می شود. خبرنگاری تاجیک عبدوفتاح شفیف که حالا در نیویورک است به این حوزه رأیدهی رفته بود و میگوید نکته رأیدهی که دونالد ترامپ در آن در انتخابات اشتراک کرد در کنج خیابان 2 با کوچه 56 منهتن جایگیر است و در آنجا رایدهندگان زیاد بودند و این نوبت به کوچه هم طول کشیده بود. البته با نظر داشتی آن که در اینجا مردم دیگرگونه نوبت می ایستند در مقایسه با کشور ما، یعنی پسی هم نوبت می ایستند، از این رو نوبت به چشم طولانی تر هم می نماید. پلیس حضور داشت اما کار پلیس به مردم زیاد خلل نمی رسانید، تنها برای تنظیم نظم و ثبات در آنجا حضور داشتند. به کار مردم زیاد خلل نمی رسانیدند، به ژورنالیستان خلل نمی رسانیدند. هر کسی میخواست عکس بگیرد عکس میگیرد، هر کسی میخواست نوار بگیرد در تلفن های هوشمند خودشون نوار میگرفتند. مردم در مسافه نزدیک با دونالد ترامپ قرار داشتند. در داخل نقطه رأیدهی برای مثال 2 زن خود را عریان کردند و ضد ترامپ شعار صدا دادند که بعدا آنها را پلیس با خوشی از نقطه رأیدهی بیرون برد. البته تاجیکان زیادی هستند که شهروندی امریکا را به دست آوردند و به احتمال زیاد در این انتخابات اشتراک میکنند و به جانب یکی از نامزدان شاید رأی هم بدهند. اما من با هیچ تاجیک شهروند امریکا صحبت در موضوع انتخابات نکردم و در این مورد چیزی گفته نمیتوانم.